با سلام و درود بپون خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. یکی دیگر از آموزش‌ها در بخش تست را در خدمت شما هستیم. امروز ما یک نوع تست دیگر که با نام تستری کنترل کننده تستری سنجش فضا یعنی پای در پای فضاها در خدمت شما هستیم و اینجا ببینید یک نوع تستری که در اینجا هست با نام SM852B 3 phase rotation tester. تستری سنجش سمت سه فضا. یعنی ما گاه و موردها در کارخانه خصوصا در کارخانه همین مشکلی هست که ما یک نقطه را از دو طرف منبع میتیم، یا که از دو کابل منبع میتیم، یا که از خود شهری از منبع شهری از با گنراتور داریم. زمانی که ما برق از این با اون تبدیل میتیم شاید که فضا فرق کنن و کلی موتوری که در اونجا از ما هست یا حمایت داریم یا که موتوری هستن و یا سمت چرخشو چپا میشن. از همین جهت برای همین درست کردن یعنی پای در پای همون فضا رو از اول تا به آخر مثال درست کردن از همین نمود تستر رو استفاده میکنیم و این هم دو تا سمت دارد. ببینید همین تستران اینجور دارد که کانتر کلوک وایس و کلوک وایس، یعنی مقابل عقربک ساعت به سمت عقربک ساعت، یعنی گردشش سمت ساعت یا که گردشش پود ساعت، یعنی برعکس ساعت. خب اینجا اینم تستری ما از 3 تا 30 عبارت است که شما باید تدریجا همین درست یعنی A یا که BC یا که UVW یا که L1 L2 L3 هر سه همین فضا را درست وصل کنید. فقط هم از این داخل جب که موتورچه دارد هم سمت میسنجد و من میگم که موتور سمت همون فضای شما کدوم نمود است. حاضر ما به منبع سه فضا وصل میکنیم و میبینیم که چگونه این یک کتابچه خوردک هم دارد. درباره این خیلی معلومات مهم هم نیست اینجا، فقط اینجا به خطری رو میکنید چون که شما سه فضا را میسنجید و این چنین درست باید فضا را ABC را یعنی بگیم L1 L2 و L3 را درست گذارید. این اتومات سه فضایی که در اینجا شما مشاهده میکنید این منبع سه فضای ماست و حاضر ما میریم پای در پای همین سیمای تستر را اینجا وصل میکنیم. خب یکم بالاتر اول L1 است، سیمش کتوبه L1 دویوم به خاطر حتما رعایت کنید، از ما قبول نکرده است. ببینید دو فاز که زمانی که وصل میشد الکی نشان میدهد که دو فاز است. سه تا فاز ما وصل میکنیم. ببینید از ما طرف ساعت گرد یعنی به سمت عقربک ساعت است. حاضر اگر جای دو تا فاز ما ایواز کنیم، فرض کنیم کابل شما اگر خطا شدگی باشد ما فقط این ایواز میکنیم. ببینید موتورچش هم اول سرخ وصل میکنه. ببینید سیوم اینجا روشن شد. ببینید مقابل یک عقربک ساعت شد. یعنی شما فقط نیاز است که از همون اول تا به آخر شما همین سه فاز را جابجا گذارید. مثلا یک سمت انتخاب میکنید، فرض کنیم سمت عقربک ساعت، یعنی همه از همون گیم زیرزگاه سر کرده تا همه باقی مانده شیت‌های تقسیم کننده را شما همین نمود سمت گیم میگذارید و زمانی که مثلا منبع شما هم قطع میشد از دیگر طرف منبع هم اعمال کنن سمت شما لکه ایواز نمیشه، شما مشکلی همین سمت فضا ندارید و این هم خیلی قلای است. مثلا این تجهیزات بسیار موردو می شود که از ما منبع قطع می شود و گشته منبع وقتی که وصل می شود از دیگر خط انتقال میتین میبینیم که کلی زشتا کار میکنن یا که بسیار سیخو مثلا لکه از حساب چپگرد بودن سمت موتورو مشکلی هست و شما برای همه اونو را ایواز کردن لکه
вақт нест. Мисол як сех мумкин ки таги 10-15 мотор дошта бошад, аз инам бештар. Шумо ҳамаи моторро иваз намекунед. Аз ҳамин ҷиҳат мерид бо истифода аз ҳамин намуд тестеро аз ҳамон манбаъ чен мекунед. Агар самт иваз бошад, аз ҳамон тарафи трансформатор ё ки ҳамон ҷои шиди калонтарин тақсимкунанда мегиред, ҷои фаза иваз мекунед ва пай дар пай фазаҳоро дуруст мегузоред.